رسول صلی الله علیه و سلم پیام دارد از محضر حضرت حق سبحانه و تعالی، پیام دارد از پروردگار مهربان و نازدانه ما، پیام دارد از اعدل العادلین، پیام دارد از احکم الحاکمین، پیام دارد از اون ذات که امروز آغوش رحمت خود را باز کرده و من تو را به سمت خود فرا می‌خواند. امروز روز تو است، باید توبه بکنیم. من و تو امروز میرویم میبینیم چی کسانی بودن، به کجا بودن، با توبه کجا رسیدن، چی بودن چی شدن. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، همان خدایی که توبه اون بندگانش را قبول کرد و اونها را عزیز خود گردانید، هنوز زنده است، ما را مشاهده می کند. پخش مستقیم امین الان بدون هیچ کامره ما را می بیند و فرشتگانش علمی مجلس ما شما را احاطه کرده. شما چند دقیقه پیش خیلی ذکر کردن، نه؟ یک حدیث را براتون بخوانم که خیلی امید بخش است. حدیث 12453 مسند امام احمد است. میفرماید رسول صلی الله علیه و سلم، حدیثم حدیث صحیح است: ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله لا یریدون بذلک الا وجهه. هیچ جماعی جمع نمی شوند، هیچ گروهی یک جای گرد هم نمی آیند که کارشان این است که ذکر پروردگار عالم می کنند و اراده ندارن از این ذکر مگر رضای پروردگار عالم. الا ناداهم مناد من السماء، یک منادی از طرف آسمان صدا میزند، یک منادی از طرف آسمان صدا میزند، میفرماید ان قوموا مغفورا لکم، ای بندگان خدا از جای خود بلند شوین که شما بخشیده شدید. بگوین الله اکبر. قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات. و دوم، تمام گناهانتان تبدیل به حسنات شد. بگوین الله اکبر. انشاءالله امی آواز به شما آمده. بخیر که از مسجد بیرون شدین با بدن پاک، با بدن که کاملا طهارت پیدا کرده، از گناه بیرون می شدین. عزیزان من، الله جل مجده در همین آیه‌ای که خواندم خطاب به کل می کند، به انبیا، به صلحا، به عرفا، به اولیا، به زهاد، به سالکین، به پیر صاحبان، به حافظان، به عالمان، به تمام بشریت. و توبوا الی الله جمیعا. ای بندگان من، کلتان توبه کنید. همه ما به یک آواز صدا میزنیم پروردگارا امروز توبه میکنیم. بلند امروز توبه میکنیم. توبه عملی، توبه عملی. ما خب به زبان گفتیم توبه توبه توبه، ولی باز کردیم. زیاد به زبان گفتیم توبه، باز کردیم. امروز به الله خود بگوییم ای الله، آنقدر توبه کردیم و شکستاندیم که خجالت میکشیم. ای الله، آنقدر توبه کردیم و شکستاندیم که خجالت میکشیم. ای الله، ما به خانه تو آمده ایم. خدایا، آنقدر گناهگار هستیم که خود ما از خود ما خسته شدیم. خود ما از خود ما خسته شدیم. یا الله، آمدیم به در تو که امروز ما را پاک و نظیف از گناه برگردانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم، محبوب دلها، رحمت للعالمین، سید سالار انبیا، شفیع المذنبین، یا ایها الناس صدا میزند، یا ایها الناس، ای مردم، توبوا الی الله. ای مردم، برگردین به سمت خدا، برگردین به سوی خدا، توبه کنین از گناهان. فانی اتوب الیه کل یوم 100 مره. ای امت من،
بیاین به سوی خدا توبه کنین که من محمد بلند صلی الله علیه و سلم، من محمد صلی الله علیه و سلم در یک روز 100 مرتبه توبه میکنم. تکبیر! در یک روز 100 مرتبه توبه میکرد. کی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولی ایره بدانین که امروز تا یک روز جمع شدیم، یک روز جمع شدیم که روز جمعه هست. رسول خدا سوگن یاد میکند والذی نفس محمد بیده، قسم با آن ذاتی که نفس من محمد به ید بلاکیف اوست، لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح مسک. اینجا یک نکته دارم، من خوب گوش کنید. این حدیث زیاد شنیدیم ولی چیزی که ما از این حدیث میخواهیم چه است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید عزیز من، گاهی وقت بوی بدن من تو را، بوی بد دهن من تو را همسر من تو حوصله‌اش نداره. من و تو بوی بد دهن همسر خود را حوصله‌اش نداری. پدرجان و مادرجان که چقدر من تو را دوست دارد، چقدر عزیز هستیم به پیشش. گاهی وقت بوی بد دهن من و تو پدر و مادر را حوصله‌اش را میگیرد. پدر و مادر بینی خود را از پیش دهن ما، از بدن چرکین و گندیده و بدبوی ما دور میکند. گاهی وقت به جایی میرسیم که هیچ کسی حوصله من و تو را نمی داشته باشد. اما به این حدیث گوش بکن و ببین در کجا نشسته هستی و هرچی امروز از خدا میخواهی بخواه، الله رب العزت و الجلال تمام خواسته های من و تو را اجابت میکند. فرمود لخلوف فم الصائم، حدیث بخاری است. کدام حدیث ضعیف و موضوعی هم نیست، حدیث امام بخاری است. لخلوف فم الصائم، بوی بد دهن روزدار، بوی بد دهن روزدار. بعضی ها دهنشون بدون روزه هم بوی میتونه. در ماه مبارک رمضان این بوی مضاعف میشه. ولی بدان ای عزیز من که دهن تو بوی میدهد توسط اینکه معده تو خالی شده. رسول صلی الله علیه و سلم پیام دارد از محضر حضرت حق سبحانه و تعالی، پیام دارد از پروردگار مهربان و نازدانه ما، پیام دارد از اعدل العادلین، پیام دارد از احکم الحاکمین، پیام دارد از اون ذات که امروز آغوش رحمت خود را باز کرده و من تو را به سمت خود فرا میخواند و صدا میزند لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. ای روزدار، بوی بد دهن تو در دنیا، بوی بد دهن تو در روز قیامت به پیشگاه من رب، به پیشگاه من الله، به پیشگاه من خالق جهانیان از مشک هم خوشبوتر است. بگو الله اکبر. از مشک هم خوشبوتر است. پس این قدر من و تو عزیز هستی. ولی امروز ای عزیزی که از هر جای آمدی، جوانان تماس گرفتن که ما از کابل به خاطر همین مجلس امروز آمدیم. ای جوانی که از کندوز هستی، ای جوانی که از شولگر هستی، از تمام ولسوالی های این مزار هستی، این را برات میگم که هر چقدر گناه امروز آوردی، اگر تمام وجودت از گناه گنده شده، اگر قلبت از گناه سیاه شده، اگر چشمانت از گناه پرده پیدا کرده، اگر دلت تنگ شده، این را بدانی که در حدیث قدسی حضرت حق سبحانه و تعالی اعلان میکند ای بنده من، ای بنده من، اگر به پوری دنیا، اگر به پوری جهان، اگر به پوری این عالم، اگر به پوری این گیتی با تمام گناهان به سمت من بیایی، ای بنده من با پوری دنیا و رحمت به سمت تو بیایم. پس همه امروز باید امید داشته باشید. من امید دارم که انشاءالله الله مرا میبخشد. تو هم امید داشته باش. پدر سرسفید و موسفید هم امید داشته باشد. مادر سرسفید و خواهر گرامی من هم امید داشته باشد که امروز اونایی که آواز من رو میشنون لایف در کشورهای بیرون، به اونها هم میگم عزیزان من، فقط حضور قلب پیدا بکنین. این یک ساعته که هستیم، هر چی که از خدا میخواهین بخواهین الله قبول میکنه.
ولی از صدق دل. صداقت و راستی شرط ایمان است. صداقت و راستی شرط بندگی است. امروز به الله نشان بدهیم که پروردگارا قبل از این هر چه کردم ولی امروز از صدق دل توبه میکنم. امروز از صدق دل توبه میکنم. چرا؟ به تو هم معلوم نیست، به من هم معلوم نیست، به هیچ فرد من تو معلوم نیست. ورقم نداریم، امضای کسی هم پایین ورق نخورده که تا سال دیگه زنده هستیم یا نیست، تا هفته دیگر زنده هستیم یا نیستیم، تا ساعت بعد زنده هستیم یا نیستیم. بیایم امروز خود پاک کنیم. تا این دم هم انشالله پاک شدیم، ولی امروز توبه کنیم. توبه نه توبه‌ای که همگان میکنن، توبه‌ای که خاصان میکنن، توبه‌ای که الله میخواد اون توبه را باید بکنی. و این مژده را هم به تو بدهم. حدیث امام مسلم است، رقم حدیث 2749 است. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر نوازش، به خاطر که نشان بدهد الله چقدر من تو را دوست داره، یک حدیث بسیار جالب است. فرمود لو لم تذنبوا، ای بندگان خدا، ای امت من، والذی نفس بیده، قسم به آن ذاتی که نفس من محمد به ید بلا کیف اوست، لو لم تذنبوا، اگر شما گناه نکنین، اگر شما گناه نکنین، لذهب الله بكم، الله شما را از زمین پاک میکند. اگر شما گناه نکنین، خداوند شما را از زمین پاک میکند. ای جوان شرابی اینجا را خوب دقت کن. ای جوانی که به موسیقی و سریال و فیلمهای مبتذل و مستهجن همیشه عمر تیر کردی، به این حدیث توجه بکن و پروردگار نازدانه و مهربان خود را بشناس که چه اندازه من و تو را دوست دارد. اعلان میکند به زبان نبیش لو لم تذنبوا، اگر گناه نکنین، لذهب الله بكم، خداوند چون شما گناه نکردین شما را از زمین دور می اندازد، شما را از زمین پاک می کند. ولجاء بقوم یذنبون، خدا قوم را می آورد که گناه کنند. فیستغفرون الله فیغفر لهم، الله قوم را می آورد که گناه کنند و بعد از گناه استغفار طلب کنند و توبه کنند، الله اونها را ببخشد. چرا؟ یک نام از او غفار است. یک نامش چی است؟ غفار. تقریبا 80 جا در قرآن غفور و غفار آمده و 5 جای در قرآن غفار آمده. غفار بسیار بی نهایت بخشنده، صیغه مبالغه است، بی نهایت بخشنده. یک تصور بکن، فرض بکن کسی به من و تو اینجا بیاید، دهن دروازه استاده شود، بگوید که ای بندگان خدا بیاین که در فلانی جا، در فلانی حویلی، فلانی اتاق رسول الله تشریف آورده است، رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورده. فرض بکنید و شما را میخواهد ببیند. ما چه رقمی میدویم، چطور شتابان به سمتش میریم، چقدر پای شاید بشکنه، چقدر دست شاید بشکنه. شاید مادر چادر خود را متوجه نباشه، خواهر حجاب خود را متوجه نباشه، به خاطر که کی را ببینه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم را. وقتی که بریم پشت دروازه، اونجا دربان باشد، نگهبان باشد، بگوید هر کسی را که پذیرفت نامش را میگیرم، اجازه است، و هر کسی را که رد کرد برگردد. چی حالت داریم ما؟ چی حالت داریم؟ دل ما مثل برق میلرزد وقتی به گناهان خود یاد ما میآید، وقتی سنت ها را میبینیم به سر صورت ما نیست، وقتی میبینیم آراسته به سنت نیستیم، وقتی میبینیم درود برش نخواندیم، وقتی میبینیم سنتش را زیر پا کردیم، با پشت دروازه چی حالت داری؟ هر لحظه انتظار میکشی که شاید نام تو را بگیرد و شاید بگوید فلانی برگردد. فلانی را نمیخواهم زیارت کنم. بعد از این که اجازه بدهد داخل شوی، چگونه استاد میشه پیشش؟ تصور کردی؟ وقتی جرم بکنیم پیش پدر چه رقمی استاد میشه، وقتی جرم بکنیم پیش والی چه رقمی استاد میشه، وقتی جرم بکنیم پیش قماندان چه رقمی استاد میشه، در حالی که فقط گفته شده فلانی جرم کرده. اما رسول الله
صلی الله علیه و سلم با معجزه یا با وحی الهی بداند که من و تو گناهگار هستیم، چه حالت داریم؟ من و تو چه حالت داریم که وقتی به من و تو بگوید ای امت من به خاطر همین دندان را از دست دادم، من به خاطر همین پاشینه های پای من پر از خون شد، من به خاطر همین اصحاب جان نثار خود را پرپر کردم، من به خاطر همین عمر را شهید کردم، من به خاطر همین عثمان را فدای دین کردم، من به خاطر همین علی را فدای دین کردم، به خاطر همین بود که جگر حمزه را پاره کردند، به خاطر همین بود که دختر ما را از سر شتر پایین انداختند، به خاطر همین بود که اصحاب مرا 70 تنش را یک جا شهید کردند. چی جواب داریم؟ چی جواب داریم؟ اگر بگویه که ای امت من کی توبه میکنی تو؟ ای امت من چی وقت توبه میکنی؟ این خود من یک فرض کردم، این یک فرضیه است، اما این را بدانید همین حادثه، همین قضیه، همین حقیقت روز قیامت برملا می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم همه امت، جوان امت، پیر امت، بزرگ امت، عالم امت، همه به اطراف پیامبر جمع می شوند، زنان جمع می شوند. اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف می آورد. بعد از این که تشریف می آورد پیامبر محبوب ما صلی الله علیه و سلم، یک جماعی جمع شدند. اینا انتظار میکشند که شفاعت پیامبر را امروز نصیب ما می شود. حدیث امام بخاری در کتاب تفسیر می آورد. امروز ما انتظار این را میکشیم که شفاعت محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم شاهد حال ما می شود. دستان ما و دستان رسول الله گذاشته می شود که در همین اثنا از طرف خداوند صدا زده می شود ای فرشتگان عذاب، ای فرشتگان جهنم، این قوم را بگیریم به سمت جهنم ببرید، این قوم را بگیریم به سمت جهنم ببرید. وقتی که اینها را میگیرن به زنجیرها میکشن، دست چپ و راستشان را میگیرن، صدا میزنن یا رسول الله، یا رسول الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تماشا میکند به این امت خودش. شاید ما باشیم، شاید نباشیم، الله ما را نگردان از اونها. صدا میزند یا رب، رسول الله صلی الله علیه و سلم صدا میزند یا رب، ای رب من، اصیحابی، اصیحابی، ای رب من، اینها امت من است، ای رب من، اینها امت من هستند، اینها نشانه های امت مرا دارند، دست پای اینها سفید هستند. ای الله، امت مرا به کدام سمت میبرن اینها؟ الله صدا میزند ای محمد صلی الله علیه و سلم لا تدری، تو نمیدانی که بعد از تو اینها چه کردن، تو نمیدانی که چه کارهای اینها نکردن، تو نمیدانی که تا شب و روز در گناه و معصیت اینها آلوده بودن. هرچه رسول الله میکند سخن پیامبر گوش داده نمیشود، اینها را به سمت جهنم میبرد. بیایید امروز عذر بکنیم، امروز به پیشگاه خدا گردن پتی کنیم، شکستگی کنیم. الله رب العزت و الجلال من و تو را دست خالی بر نمیگردانه، هیچ کس را دست خالی بر نگشتانده، من و تو را هم بر نمیگردانه. ولی فقط امروز باید توبه کنیم، توبه عملی.